پلیس گرجستان شام یکم می به اعتراضگرانی که ضد قبول قانونی اگنت خارجی نزد پارلمان صدا بلند می‌کردند حمله کرد. این قانون سازمان‌هایی را که از خارج برای کارشان مبلغ دریافت می‌کنند مجبور می‌کند که همچون اگنت خارجی ثبت نام شوند. پلیس به اعتراضگران خشمگین با گاز اشک‌آور و نارنجک‌های دودی حمله کرده بیش از 60 نفر را بازداشت نموده است. وزارت تندرستی گرجستان گفت 11 نفر از جمله 6 افسر پلیس زخمی شده است. اعتراض که در تفلیس یک ماه باز ادامه داشت، دیروز پس از تصویب قبول این قانون در خوانش دوم خشم ساکنان را بیشتر کرد. بیش از 15,000 نفر در اعتراض ضد قانون شرکت کردند. مخالفان قبول این قانون را تقلید بر روسیه می دانند که به گفته آنها باعث نقض آزادی بیان و مانع پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا می شود. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان گفته است که این قانون را امضا نمی کند. در صورت امضا نشدن قانون از جانب پرزیدنت، پارلمان امکان دارد آن را تصویب و مورد عمل قرار دهد. از 150 وکیل پارلمان 83 نفر از این قانون طرفداری کردند. مخالفان در رای دهی شرکت نکردند. قرار است روز 17 می شکل نهایی قانون در پارلمان بررسی شود. گرجستان سال 2008 پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اتحاد اروپا بیشتر کرده بود. حالا مخالفان میگویند با قبول این قانون گرجستان خودش را بر روسیه نزدیک میکند. ضمن یکی از بررسی های قانون دو وکیل پارلمان با هم زناشویی کرده بودند. با وجود مخالفت های طولانی به طرح این قانون، در دو دور خوانش اکثر وکیلان پارلمان آن را قبول کردند.